منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، سروران بزرگوار، در خدمت شما هستیم با قسمت دیگری از سری برنامه‌های عقیده اسلامی و موضوعی دیگر، موضوع ایمان به قضا و قدر الهی. ما در این جهان هستی تابع نظامی هستیم که الله متعال ما را در این نظام در عین اینکه مختار قرار داده است، در واقع طبق یک نظام از پیش تعیین شده قرار داریم. در همین جا در ابتدای موضوع ایمان به قضا و قدر اجازه بدید این نکته رو عرض کنم که بعضی ها که اطلاع دقیق و شناخت دقیق از موضوع قضا و قدر الهی ندارند، طوری که بعضی در گذشته نیز به انحراف رفتند، فکر میکنند که انسان مجبور است که هر آنچه برای او در نظر گرفته شده همون رو انجام دهد، در حالی که معنی ایمان به قضا و قدر الهی نیست. انسان با توجه به اینکه الله متعال او را میشناخته و با علم ازلی خودش میدانسته که انسانی را که به نام فلانی پیدا میکند در آینده این کار را خواهد کرد، اون اعمال را انجام خواهد داد، از این مسیر خواهد رفت، نتیجه کردار انسان را الله متعال پیشاپیش در دفترش نوشته است در قضا و قدر. پس انسان مختار است. انسان را الله متعال مجبور نکرده که ای انسان تو باید حتما از این راه بری. برعکس، انسان را خداوند متعال طوری مختار آفریده است که میگه و هدیناه النجدین، ما دو راه را به انسان نشان دادیم. فهدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما دو راه را به انسان نشان دادیم، یا شکرگزار و بنده شاکر خدا قرار میگیرد که شکر و سپاس الله را میگوید، و اما کفورا، و یا اینکه ناسپاسی میکند. پس الله متعال ما را مختار گذاشته است، اما این اختیار بدون برنامه نیست. طبق یک برنامه ما مختار هستیم. یعنی آنچه ما باید آنچه امروز ما داریم انجام میدیم، الله متعال این کرده ما را پیش از این که ما انجام میدیم، چون که میداند این کرده ما را، این کردار ما را، این برنامه ما را، چون که میدانسته ما چه میکنیم، این را نوشته. و در واقع همونطور که الله متعال درباره خودش میفرماید و ما ربک بظلام
للعبید، یک ذره الله به کسی ظلم نمی کند. الله متعال عادل مطلق است، عدل مطلق است. پس انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی را الله متعال می‌فرماید که ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم، بدون برنامه نیست. برای هر چیزی الله متعال یک اندازه‌ای در نظر گرفته، البته خزائنش فراوان است. و این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی در این جهان نیست مگر اینکه الله متعال برای اون خزائنی دارد. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم از اون چیزی را مگر به اندازه معلوم و مشخص. و در اینجا الله متعال در این آیه فرمود در سوره قمر 49 انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم. و در حدیث صحیح پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، هر چیزی در این جهان به اندازه است، حتی اینکه یک انسانی را می‌بینید که در زندگیش در تصمیم گیری‌هاش عاجز است، ناتوان است، ضعیف است، سست است. یکی را می‌بینید که خیلی زیرک است، هوشیار است. این هم در تقدیر است. و ایمان به قضا و قدر برای تحقق این ایمان باید به یک سری چیزها یقین و باور کامل داشت. اول اینکه ما در ایمان به قضا و قدر باید یقین و باور کامل داشته باشیم که الله متعال علم ازلی دارد و علم ازلی و کامل الله متعال بر تمام این جهان هستی احاطه کامل و مطلق دارد. اینکه ایمان به قدر کامل بشود در نزد ما و ما با این ایمان کامل و یقین کامل به قضا و قدر الهی ایمان داشته باشیم، اولین موردش این است که ما باید یقین و باور کامل داشته باشیم که علم الله متعال ازلی و کامل است و با این علم ازلی و کامل خودش در این جهان احاطه مطلق دارد. دوم این که ایمان داشته باشیم و یقین و باور کامل داشته باشیم که هر آنچه در جهان امروز انجام میگیرد در لوح محفوظ بوده است، نوشته شده است. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، الله متعال میفرماید که ما هیچ چیزی را فرو نگذاشتیم، همه چیز را ما در لوح محفوظ در کتاب نوشتیم. پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم میفرمایند که كتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه، 50,000 سال پیش از خلقت الله متعال تمام آنچه که امروز ما انجام میدیم آن را در تقدیر نوشته است و این دلالت بر علم وسیع و مطلق الله متعال میکند. و سوم ایمان داشتن به این که مشیت و اراده اوست که نافذ است. تنها و تنها مشیت و اراده الله نافذ است. تا الله متعال نخواهد هیچ چیزی انجام نمیگیرد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، تا الله نخواهد هیچ چیزی محقق نمیشود. همه اسباب و امکانات یک کاری مهیاست، به نظر شما قطعی است دیگه این کار انجام میشه، اما در آخرین لحظات یک اتفاقی میافتد که شما را از انجام اون کار وامی دارد. این در واقع همون مشیت الهی است و اراده الهی است که تا الله نخواهد هیچ کاری نمی شود.
و چهارم ایمان داشتن به این که خالق و آفریدگار و معبود این جهان هستی فقط و فقط الله متعال است. جز الله متعال هیچ اله و معبود دیگری در این جهان وجود ندارد. این مواردی است که برای ایمان به قضا و قدر الهی باید انسان به آن توجه داشته باشد و یقین و باور داشته باشد تا اینکه ایمانش کامل بشه. ایمان به تقدیر مراحلی دارد. یکی تقدیر عمومی هست، یعنی همون 50,000 سال پیش قبل از خلقت، چنان که در حدیث صحیح آمد الله متعال همه چیز را در تقدیر نوشته است. یا تقدیر عمری، این که برای عمر هر کسی خداوند متعال یک تقدیری در نظر میگیرد و آنچه که او در طول عمرش انجام میدهد براش مینویسد. یا تقدیر سالانه که در طول یک سال انسان چه کار میکند خداوند اون رو براش مینویسد. و یکی تقدیر روزانه و آیه فیها یفرق کل امر حکیم در سوره دخان آیه 4 در هر سال تقدیر انسانها معین می شود. و در مورد تقدیر دو چیز خیلی مهم است که انسان به اون توجه داشته باشد و در واقع از ایمان به قضا و قدر الهی همین دو چیز از انسان مطلوب است. اول این که انسان در همه مراحل زندگی از الله کمک بخواهد و تنها از او کمک بخواهد. این مستلزم یا از لوازم ایمان به تقدیر است، ایمان به قضا و قدر الهی است. و دوم این که وقتی که از الله کمک خواست در طی مراحل مختلف در جایی اگر براش مشکلی پیش آمد و سختی پیش آمد، امتحانی پیش آمد، باید صبر کند. اینجا ایمان به قضا و قدر در واقع به محک آزمایش و سنجش گذاشته می شود. صبر در واقع نماد اون ایمان به قضا و قدر الهی است. یکی ممکنه شعار بده و به خودش وانمود کند که من به قضا و قدر الهی ایمان دارم، چون هر مسلمان به قضا و قدر الهی باید ایمان داشته باشد. اما وقتی که براش مشکل پیش میاد اونقدر جزع فزع می کند، اونقدر ناراحت می شود، اونقدر به سر و صورت می زند، اونقدر خودش را در تحمل این مسئله و مشکل ضعیف می بیند که واقعا هم خودش دچار شک و تردید میشه و هم دیگران در موردش دچار شک و تردید میشن که چطوری مسلمانی هستی؟ شما چطوری به قضا و قدر ایمان داری؟ معنی ایمان به قضا و قدر الهی این است که شما باید صبر داشته باشی، باید تحمل داشته باشی، باید بردبار باشی، باید بدانی که آنچه که برای تو اتفاق افتاده همینطوری نبوده، خود به خود نبوده، از سوی الله متعال این اتفاق افتاده. آنچه که برای من و شما اتفاق می افتد در واقع درست است که به کسب خود ماست، ولی الله متعال مشیت و ارادتش بر این رفته است. و این خیلی مهم است که انسان بداند. نصیحت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم: احرص علی ما ینفعک واستعن بالله لا تعجز. شما به چیزی حرص داشته باشید که به شما نفع میرساند و عاجز و ناتوان نباشید. و این اصابک شیء لا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا. اگر مشکلی پیش آمد نگو اگر اینطوری میکردم اینطوری میشد، از این راه نمیرفتم این مشکل پیش نمی آمد. ولکن قل قدر الله و ما شاء فعل. بگو خداوند این گونه در تقدیر نوشته است و خداوند هر چی که بخواهد میکند. فإن لو تفتح عمل الشیطان. لو در شیطان را به روی شما باز میکند، میاد در شما وسوسه میکند.
خب شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی، وقت برنامه ما در همین جا به پایان رسید. تا جلسه دیگر و موضوع دیگر همه شما را به الله یگانه و یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.